خلق توجیکستان همین فقط همین را نگاه داره که یک شورش میشوه. نگاه کنید چخیل آدم جان بیزار شدگیان میخیزن. نگاه کنید شما همه این وضعیتی که هست روزی نیست. نگاه کنید که یک فراش 220 سومون اویلگ میگیره. 220 سومون یک خوابچه آرد 180 سومون است. در 220 سومون 7 فرزند دارد وای فراش و گودک خودش چی میخره؟ همه جان بیزار شدگیه. همه جان بیزار شدگیه. فقط نگاه دارن. همه نگاه دارن. ما در همین کوچه ها میبرم همه مردم فش میکنن که کایم و میاین جانی ما را ای ظالمو خلاص میکنن. دیگه از ترس ما کوچه نمیبریم که ما را سطرکنی نمیمونن یا میقفن جریمه من میکنن. از ترس کوچه نمیبریم. دیگه با کارخانه های دولتی کار ده نمیرویم. زندگی هم روز تا روز وزمین و بدتر شده است. برای همین احترامانه خواهش میکنم همه تون بخیزین نترسین. ما میگم که مرگ از جانب خداوند میشوه. از جانب این ظالما ای بدینا نمیشوه. نترسین. هیچ کامل نترسین. فقط در نوک زبانتان لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو بگویید و بخیزین با ضد این ظالم مبارزه برید. سخنهای ما تمام شد. شما صحبت دوام بکنید با ما میبرم در خط.